خب سلام خدمت همگی، من مرتضی هستم. اومدیم با یک روز جمعه صبح پاییزی جذاب که می‌خواستیم بریم کوه. هیچی دیگه، بعد می‌خواستیم یه سری بچه‌ها رو ببریم، بچه‌های مدرسه رو می‌خواستیم بریم کوه دیگه. ما هم یه ساعت 8 صبح دیگه بلند شدیم و پتو رو جمع کردیم و لیوان داستانا رو دیگه. اون لیوان چیز بود برای معده و این داستانا کار نداریم. بعد دیگه پوتین در آوردیم، آماده کوه این داستانا آماده شدیم. بعد کلاه نازنینم هم گذاشتم و به سمت کوه حرکت کردیم. چقدر دقیقا هم توضیح نه، حال میکنین در همین حین سابسکرایب بیایتون نره حتما و لایک و این داستانام بکنید. میگن گفتنش خیلی تاثیر گذاره، خیلی الان متاثر شدید همتون میدونم. حالا کاری نداریم، خواستیم بریم این کوه بهش میگن دو برادران. ما خواستیم بریم اون کوه بغل دو برادران، اون چاکر اگه ببینید اون وسطه که سایه هست بینابی، می‌خواست بریم اونجا. هیچی آقا، حرکت کردیم و رفتیم و این وسط بنزین نداشتیم دیگه. دیدیم که به پدر کمک کنیم، یه بنزین هم زدیم و چون نمیره سریع‌تر یه ذره عقب چیز کن. این نمای نزدیکه، من یه کلیپ دیدم زده بود که باید از چند نما آدم چیز بکنه، فیلم بگیره. الان من چند نما براتون گرفتم که عشق بکنید. الان این دارم هدفو براتون مشخص میکنم. هیچ دیگه آقا، ما دیگه هدفو دیدیم، رفتیم دنبال بچه‌ها بگیم که بچه‌ها کجان. همینجوری قدم چه لنگایی ای والله. سایز پام خیلی کوچیکه، اینجوری نگاه نکنید، همون 46 هفته. کار نداریم. دیدیم بچه‌ها دارن اون توه میچنن میدن، دارن فوتبال بازی میکنن. بعد دیدیم که بچه‌ها کلا 6 هفتن دیگه، نمیارزه ما بریم بالای کوه. همونجا یکی دو ساعت فوتبال بازی کردیم. بعد دیگه رفتیم میذاره بالاتر. الان بهتون ویدیو نشون میدم. گفتم همونجا ما امیدو بزنیم چون گشنمون بود. مثلا داشت 12 میشد، 10-11 بودن دیگه. کوه تقریبا کنسل شد دیگه. بعد هیچی دیگه، اینجا دیگه زغال و این داستان زغالا اون که دید ما رو چیز ریختیم، زغالا خودشون چیز پس بود. اینم جمع‌کران عشق کنید، اصلا همه وایب گرفتن براتون عشق میکنن. اصلا فیلم بردار میشدم به یوتیوب. کار نداریم آقا، دیگه مایتابه خالی رو گذاشتیم. اول ابتدا مایتابه خالی رو میگذارید، گوجا رو کامل نگینی زدیم. میبینید کامل نگینی ترین حالت ممکن. حتی بچه‌ها دیگه زدن دستا رو که میبینید همه. بعد دیگه دیدیم که یه مقدار نگینیاش کوچیکه، گفتیم کوچیک‌ترش کنیم، یعنی گنده نیست. بعد تخم مرغ رو اینجوری ریختیم توش و هم زدیم. خیلی سخته، حالا خواستید میتونید یادداشت بکنید. و بعد هیچی، در همین داشتیم اونجا هم می‌زدیم. بعد این شد لول بعدی کار. تو این نمیپخیم، ما 20 دقیقه واسطادیم. به بچه‌ها رفتن تفنگ بازی هم کردن این حرفا. این تقریبا میشه ثمره عملی کار ما که تقریبا دیگه پخت و املت آماده شد. می‌بینید گوجه اصلا توش محو شده. سر آخری که بچه‌ها چیپس خریدن حرفا زدیم توش و دیگه اینقدر مونده داشت، خیلی خوشمزه بود. دلستر هم خوردیم و این بود داستان جذاب من و کوه و ورزش و انگیزه و صبح و این داستانا. تا درودی بعد، به درود.